اصل دوم حجاب عام. حجاب عام این مردها را هم در بر میگیرد. حجاب به معنای لغویش هست، یعنی پرده، پوشیدن، و عورت مردها از زانو تا ناف است. و این چنین حیا بسیار خلق خوب است. در صحیح بخاری ثابت است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که الحیا لا یاتی الا بخیر. شرم و حیا فقط نیکی را میآورد. شرم و حیا که پرید، دیگر حجاب هم می افتد و دیگر فضیلت و شرف هم می افتد و دیگر انسان دست به رذیلت می زند. بنابراین حجاب عام یعنی در بعض نقطه ها وسیع سخن نمی کنیم، در جایش بیان میکنیم. برای چی وسیع سخن نمی کنیم؟ چون که مقصد اساسی تالیف این کتاب حمایه از حجاب است. و این اصل دوم بود. اصل سوم حجاب خاص. حجاب خاص مخصوص حجاب مراد حجاب زنها هست. و در این بخش مؤلف دلیل های فرض بودن حجاب را از قرآن کریم که 5 آیت را آوردن با تفسیرهایش، دلیل ها از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که بنده هر حدیثی که آیه حجاب آمده است در یک ملف الهیده جمع آوری کردگی هستم. روز ان شاء الله اون حدیث ها رو برای شما شرح و توضیح میدیم. یعنی حدیث هایی که دلالت به فرض بودن حجاب میکند. بعد از آن اجماع علمای اسلام برای فرض بودن حجاب. و چهارمینش دلیل قیاسی، یعنی دلیل عقلی برای فرض بودن حجاب